با این قانون جدید دیگه هیچکی ماشین ایرانی سوار نمیشه. 1 میلیارد تومان بیار دبی، ماشینتو بخر ببر ایران، اما نه این دوتا ماشین. پس از سالها انتظار واردات خودرو نو و برای اولین بار در ایران واردات خودروهای کار کرده آزاد شد. شرایط واردات: هر ایرانی، هر کد ملی یک خودرو، شرکت‌های حقوقی با تعهد خدمات پس از فروش بدون محدودیت. حجم موتور: خودرو بنزینی 2500 سی سی، خودرو برقی 1500. حداکثر کارکرد برای خودروهای کار کرده 80000 کیلومتر یا 5 سال. حداکثر قیمت: خودرو نو 40000 یورو، خودرو کار کرده 20000 یورو. عدد یک رو این پایین کامنت کن تا بهت بگم با پولی که داری چه ماشینی و از چه طریقی میتونی ببری ایران. تمام.